روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز دوشنبه 8 ایول است. نشر نوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را تقدیم میکنیم که با اتفاق همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با موضوع برنامه آشنا شویم. ده شهروند تاجیکستان از روسیه بازپس فرستاده شدند ولی سبب اخراج آنها به وطن معلوم نیست. در بین زمین و آسمان به شهروندی و حق سفر قدم اسمتوف میگوید به اساس است شهروندی روسیه محروم شده 6 ماه را در زندان تاجیکستان پشت سر کرده است. یک تهمتی بر دروغ نمیدونم با یک نمی بوسته قطعی شهروندی منو بیکار کردن. از پیروزی ناگهانی مسعود پزشکیان نامزد اصلاحات طلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایران و غرب چرا می شود انتظار شد؟ و صبح امروز از مسکو به بختر 10 شهروند تاجیکستان آورده شدند. این مسافران نقل کردند که بعد بازداشت 5 روزه در شیرمیتیو آنها را بدون شرح و تفسیر بازپس به وطن فرستادند. حالتهای دیگری به روسیه راه نیافتن شهروندان تاجیکستان که به آن کشور اساساً برای کار می روند در سرحدهای زمینی با قزاقستان هم مشاهده می شود. در این باره گزارش مولا رجب یوسفی را پیشکش می کنیم که بر پایه نوارهای کاربران تهیه شده است. مهاجران در روی فرش خوابیدند تا سرنوشتشان معین شود. اینجا فرودگاه شرمیتوو شهر مسکو است. این مهاجران هم به گفته خودشان صبح 3 ایول از فرودگاه بختر به مسکو پرواز کردند، اما در فرودگاه شرمیتوو به آنها اجازه ورود ندادند. قریب اینجا تقریبا 150 نفر است. 50 کسی که بالا بردگیان همش بالا دای بسروش برو مورد даже سونتامون نمیتونن میگن که این آپارات بخرین اینا آپارات قریب خودش فقط شکلات مونگه تمام اما شکلات دیگه هیچ چیزی نیست. اوش مونگه اوش نرخش از 50 روبله مردم کوکلونگه پول نداره که بخره. این مهاجران 5 شبانه روز در فرودگاه شرمیتوو در ماندند. صبح 8 ایول حدود 60 نفر آنها را به تاجیکستان اخراج یا دپارت کردند. مسئولین فرودگاه بختر تصدیق کردند که 59 اخراج شده از روسیه را قبول کردند. سبب اخراج بعضی مهاجران را چنین گفتند: شهروندان تاجیکستان تنها در فرودگاه شرمیتوو با چنین مشکل دچار نشدند. در فرودگاه ونوکوو هم به گفته مهاجران به همه شهروندان تاجیکستان اجازه ورود به روسیه را نمیدهند. این شهروندان به گفته خودشان 7 ایول از دوشنبه به ونوکوو پرواز کردند و 2 روز است که درماندند. شهروندان تاجیکستان این شب و روز از طریق راه زمینی هم نمیتوانند به آسانی وارد روسیه شوند. از روز 19 ایون 10 ماشین با شهروندان تاجیکستان در گذرگاه آزینکی در مرز قزاقستان با روسیه درماندند. مهاجران صبح 8 ایول این نوا را فرستاده گفتند وضعیت بهتر نشده است. общий اگون 65-70 ماشین ایده общий اگر یا سر بتن 10-12 ساعت همه ایره سر میتن لیکن کم سر دودیستان پس از حمله مرگبار به کراکورسیتی که چند مهاجر تاجیک را در آن عیبدار می‌کنند، ورود شهروندان تاجیکستان به روسیه مشکل شد. بعد آن حادثه صدها مهاجر تاجیک را با بهانه‌های گوناگون ساعت‌ها در فرودگاه نگاه داشتند، اجازه گذر ندادند و به تاجیکستان برگرداندند. این حال در گذرگاه‌های مرزی نیز رخ داده است. روسیه مکان اساسی کار برای هزارها مهاجر تاجیک است. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. و بررسی موضوع اخراج مهاجران را ادامه می‌دهیم. قهرمان گزارش نوبتی ما سبب از روسیه اخراج شدنش را می‌داند ولی با آن راضی نیست و تلاش دارد که حقیقت را برقرار کند. بین آب و هوا و بشناسنامه و شهروندی زاده تاجیکستان قدم اسمتوف که سال گذشته بعد بودوباش 30 ساله از روسیه اخراج شده در تاجیکستان نیم سال با اتهام افراطگرایی در بازداشت بود، از یک باره به حقوق شدنش در خاک این دو کشور حیران و سرسان مانده است. اسمتوف را بر اساس قانون عفو آزاد کردند، اما از بس که به هیچ شناسنامه و سند است امکانی به نزد اویلش در روسیه برگشتن را ندارد. همکارانم ارشاد سلیمانی و برات یوسفی با او در دوشنبه هم صحبت شدند. من اونجا براستی که قدم اسمتوف زاده تاجیکستان و شهروند سابق روسیه
حالا شخصی به شهروند. سال 2021 دادگاه شهر ساراتوی روسیه قدم اسماتوف را برای گویا پیشنهاد معلومات نادرست زمان گرفتن شهروندی این کشور در سال 2005 از تبعیت روسیه محروم کرد. او ادعا دارد که دلیل‌های دادگاه برای بیکار کردن مقام شهروندیش درست و کافی نبود. میگه خب بیای اثبات کنی امینه بمون یگان چی با طوری حجت بمونه امینه پیشنهاد کردن نتونستن. امی یک تهمتی بر دروغ نمی‌دونه با یک نمی بوسته خطی شهروندی منو بیکار کردن. سودی کاساسیونی ولایت ساراتوف اینامی سودی اولی روسیه امی اعلان کرد که گویا شهروندی من در اساس امی بر دروغ دادن معلومات بر دروغ شهروندیش بیکار کرده شود. این امی قصبه. قدم اسماتوف دلیل اساسی از شهروندی روسیه محروم شدنش را باز شدن پرونده جنایی با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 در جستجوی بین المللی قرار دادن از سوی مقامات تاجیکستان می‌داند. او را ماه آگوست سال 2023 در روسیه بازداشت و به تاجیکستان می‌آورند. اسماتوف را مقامات تاجیک در همکاری با سازمان‌های ممنوع گروه 24 و پیمان ملی تاجیکستان گمانبر می‌دانست. تا ماه دکبر تا زمان اثبات بیگناهیش در بازداشتگاه قرار داشت. پس از رهایی نه شهروندی روسیه دارد و نه شهروندی تاجیکستان را. من حاضر میخوام که حکومت تاجیکستان و هم حکومت روسیه که برای برقرار نمودن شهروندی من در روسیه یک مساعدت نمایند. اسماتوف با سفارت روسیه در تاجیکستان مراجعت کرده است اما شخصان مسئول او را نپذیرفتند. رادیوی آزادی برای شرح این موضوع با سفارت روسیه در دوشنبه نامه فرستاد که منتظر پاسخ است. حقوقشناسان میگویند راه‌های برقرار کردن شهروندی اسماتوف وجود دارد. اکنون این حق دارد طریق وکالتدار آید به حقوق انسان که در روسیه است یا خود طریق مراجعت به نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با فهماندن دلیل‌ها در شکل خطی و البته حکم سودی تاجیکستان جهتی مساعدت نمودن در برقرار نمودن شهروندی روسیه. این اول است. و دوم اگر این حق بود پس جانب دیگر باید جبران پرداخت کند در شکل پول و از جمله جبرانی نه تنها مادی و مالی روحی روانی را نیست. قدم اسماتوف فعال شبکه‌های اجتماعی که پیوسته در اینترنت از کمبودهای مقامات تاجیکستان می‌نوشت. او پس از ادای خدمت سربازی در روسیه از سال 1993 تا آگوست سال 2023 در ساراتوف زندگی می‌کرد. صرف نظر از متهم شدنش به جنایت‌های سنگین، دادستانی کل تاجیکستان ماه دکبر سال 2023 قرار صادر کرده است که با در نظر گرفتن قانون درباره عفو از 25 اکتبر سال 2019 تفتیش و پیشبرد پرونده جنایی نسبت به او از سوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قطع کرده شود. نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری 5 ایول در ایران نه فقط برای جامعه بین المللی بلکه برای خود مردم این کشور ناگهانی شد. نامزد اصلاحات طلب مسعود پزشکیان بر نامزد محافظه‌کار سعید جلیلی برنده گردید. پیش از برنامه صحبت داشتیم با خبرنگار رادیو فردا مهدی احمدی. سوال اول از آقای احمدی این بود که تا کجا جامعه ایران با آمدن پزشکیان میتواند به اصلاحات جدی امیدوار شد و یا اینجا نباید از نقش تعیین کننده رهبری عالی آیت الله خامنه‌ای فراموش کنیم. نکته اینجاست که با انتخاب آقای پزشکیان با وجود صحبت‌ها و وعده‌هایی که ایشون در دوران مبارزه‌های انتخاباتی داد ولی چندان چشمانداز روشنی به تغییرات بنیادین چه در زمینه اجتماعی و چه در زمینه سیاسی در جامعه ایران نیست. البته در میان کاندیداهایی که در این انتخابات شرکت داشتند آقای پزشکیان خیلی صدای صریح و قاطع‌تری در مورد حمایت از آزادی‌های مدنی داشت. آقای پزشکیان تنها مسئول جمهوری اسلامی است که در دوره مسئولیتش یعنی در دوره نمایندگی مجلس وقتی که موضوع جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاد صریحاً واکنش نشون داد، صریحاً این قصه رو محکوم کرد. گرچه در دوره مبارزات انتخاباتی
از خواست اکثریت زنان ایرانی در مورد آزادی پوشش صریحاً حمایت نکرد و به عکس گفت که اگر وضعیت در جامعه الان اینطوری است، مسئول این کار ما هستیم، ما مسئولین هستیم که نتونستیم زنان و دخترانمان را درست و آنطور که می‌خوایم تربیت کنیم، که همین موضوع هم خیلی واکنش‌های زیادی در میان معترضان و مخالفان و حامیان پوشش اختیاری در ایران داشت. با وجود اینکه پزشکیان را یک مقام مطابق به قالب نظام جمهوری اسلامی مینامند، امیدواری های هم در داخل و هم در خارج احساس می شود. مثلا از دعوت او به همکاری با غرب یادآور می شوند. سوال دیگری ما این بود که تا کجا پزشکیان آماده اصلاحات است و امکانیت هایش تا چه حد می باشد؟ این برمیگرده شاید بخشیش به آنچه که در مبارزه های انتخاباتی هم آقای پزشکیان بر زبان آورد. یعنی از نظر آقای پزشکیان حل همه مشکلات اقتصادی وابسته به حل مشکل رابطه در واقع کشور با کشورهای دیگه با دنیا هست، حل مشکل بانکی با سویفت هست و پذیرفتن قواعد FATF، حل در واقع مشکل هسته‌ای هست و احیای دوباره توافق هسته‌ای. ولی در این حال پیش نیاز این کار رو هم آقای پزشکیان در واقع ایجاد یک جور وفاق و همدلی در داخل کشور و در میان گروه‌های مختلف می‌بینه. بنابراین اگر که شما مناظره‌های انتخاباتی رو نگاه کنید، پزشکیان تنها کسی است که هر سوالی که ازش میپرسن میگه اول ما باید مشکلات داخلیمون رو حل کنیم، اول باید بتونیم در کنار هم بشینیم و با هم دیگه گفتگو کنیم، بعد این زمینه سازی که رابطمون رو با دنیا در واقع بتونیم حل کنیم و بتونیم مشکلات اقتصادی رو از میون برداریم. در دوره رهبری ابراهیم رئیسی که ناگهان درگذشت، روابط ایران با تاجیکستان یک باره خوب شد و دوشنبه تهران را از نو یک همکار و شریک و دوست نامید. آیا پزشکیان میتواند بر روابط دو کشور و عموماً با کشورهای آسیای مرکزی کدام تغییرات وارد کند؟ تصور من این هست که اگر ما نگاه کنیم در دولت‌هایی که مثلا دولت محمد خاتمی یا دولت حسن روحانی که از اتفاق در دوره تبلیغات انتخاباتی پزشکیان متهم بود که دولت سوم خاتمی یا دولت سوم روحانی رو میخواد تشکیل بده، اگر به سابقه اون دولت ها هم نگاه کنیم، معمولا روابط ایران با کشورهای آسیای میانه روابط خوبی بوده. به طور خاص با تاجیکستان که همزبانی و همدلی بین مردم دو کشور وجود داره، معمولا تلاش بر این بوده که تنش در روابط نباشه و روابط خوب ادامه پیدا کنه. در مورد پزشکیان چیزی که میشه گفت اینه که هم از سوی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و هم دیگر رهبران آسیای میانه میبینیم که از تقریبا نخستین واکنش ها به پیروزیش بودن که پیروزیش رو تبریک گفتن و در مورد تاجیکستان میدونیم که امام علی رحمان حتی در واقع تماسی که برای تبریک گرفت از پزشکیان هم دعوت کرده که خیلی زود به تاجیکستان سفر کنه. بنابراین این امید در هر دو طرف هست که بتونن روابط رو بیش از پیش مستحکم کنن. تشکر. به سوال‌های ما مهدی احمدی، خبرنگار رادیو فردا، پاسخ داد. نجات بخشان در تاجیکستان جان یک مرد روس را نجات دادند. مرد 29 ساله ساکن ولایت خبرفسک را هنگام سیر و گشت در کوههای سیامه ناحیه ورزاب روز 6 ایول مار گزیده است. کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده همراه با طبیبان به جای حادثه رسیده و این مرد یاری اولیه را رسانیدند و بعدا این سیاح روس را به بیمارخانه شهری دوشنبه انتقال دادند. در همینجا برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خدا نگهبان.